خب دوستان سلام، وقتتون بخیر باشه. من مجید اسماعیلی هستم و اینجا آکادمی آوانگارد هستش. خیلی خوش اومدین به یکی از مهمترین جلسات برای اینکه متوجه بشیم طلا کی رشد میکنه و اگر ریزش کرد کجاها باید طلا رو بخریم. خوب به این جلسه دقت کنیم. ما میخوایم تو این جلسه بهترین نقاط خرید و فروش طلا رو بهتون بگیم، یعنی در واقع نقطه زنی کنیم رو طلا. خیلی از دوستان سوالی که دارن اینه که من الان یه پولی دستم اومده کی طلا بخرم، یا یک پولی نیاز دارم کی طلامو بفروشم، کجاها باید بخرم و کجاها باید بفروشم. اینو میخوام کامل تو این آموزش خدمتتون پاسخ بدم. خب ببینید، همونطور که میدونید و جلسات پیش هم باهاتون صحبت کردیم، این که طلا روند صعودی رو از قدیم الایام تو ایران داشته. اینم به خاطر تورم بوده و به خاطر حفظ ارزش پول بوده و این رشد عظیم طلا یک سری جاها میبینید که اصلاح میده. در واقع این طلایی که داره رشد میکنه، اگر مثال بزنیم، مثل یک دونده‌ای که در حال دویدن بعد یک مدتی بالاخره یک جایی ایست میکنه، استراحت میکنه و مجدد به کار خودش ادامه میده. طلا هم همینطوره. خیلی از جاها دیدین این رشد انجام میشه، مثلا طلا به 22 میلیون میرسه، بعد یه اصلاحی میده و خیلی ها اینجا ناراحت میشن، نگران میشن و میگن ما رو 22 خریدیم، حالا از کجا قرار برگرده؟ چه عددی میتونه عدد خوبی برای برگشت باشه؟ پس میخوایم تو این جلسه جاهایی که طلا قرار استراحت کنه و دوباره روند صعودیشو شروع کنه رو بهتون یاد بدیم. و یه سوال بسیار مهم که آقا طلا الان ریزش کرد، الان بفروشیم یا بخریم؟ قراره بره بالا، از کجا قراره برگرده؟ طلای 22 تومانی چرا از 17 تومن برگشت؟ چرا طلا رفت رو 14 تومن دوباره اومد رو 12، از 12 دوباره به 20 رفت؟ چرا از 20 تومن اومد رو 18 و از 18 رفت 25؟ این سوالای مهم رو میخوایم بهتون جواب بدیم. اول بریم روی چارت. من چند تا نکته بسیار مهم رو خدمت دوستان عزیز بگم و این نکات رو حتما بهش دقت کنید. خب ببینید، این روند طلا هستش. همونطور که میبینید من در واقع این چارت طلا هستش، قبلا هم صحبت کردیم. میبینید روند صعودی داره و همیشه افزایشی بوده، ولی یه سری جاها میبینید طلا میاد یه رشدی میکنه مثل اینجا، بعد میاد یه اصلاحی میده، یعنی یه رشد میکنه مثلا تا 22 تومن رفت، دوباره اومد رو 17 تومن. نگاه کنید، من بزرگ کنم براتون، میخوام اینجاها رو متوجه بشیم کجاها خرید کنیم. سوال پرتکرار و بسیار مهمه دوستان. از 22 اومد اینجا رو 17 و 500، دوباره رفت بالا، دوباره اینجا حرکت کرد، رفت رو 22، دوباره اومد به 17 تومن در واقع و دوباره بلند شد و رفت روی 21 تومن. حالا میخوایم ببینیم چرا همچین اتفاقاتی میفته. روی چارت صندوقای طلا همچین داستانی هست، همچین اتفاقی هست. پس خوب دقت کنید، میخوام این آموزش تو این جلسه خدمتتون بگم. ما برای اینکه بفهمیم طلا وقتی داره ریزش میکنه کجا قراره دوباره رشدش رو انجام بده، نیاز به یک ابزاری داریم به نام ابزار فیبوناچی. ابزار فیبوناچی یک ابزاری هستش که میگه بهترین جای استراحت طلا چیه. یعنی اگر طلا دوستان رفت 22 تومن، من نیومدم رو 21 میلیون بخرم، نیومدم رو 20 میلیون بخرم، من اومدم رو 17 میلیون خریدم. فرق من که این آموزش رو میدونم و یک فردی که نمیدونه تو چیه، من چارت طلا رو براتون بیارم بگم خدمتتون. برای مثال نگاه کنید، طلایی که همتون میدونید در واقع از اسفند ماه شروع به ریزش کرد و یک ریزشی رو تا 17 تومن داد، 25% ریخت. من اومدم اون بالاها طلامو فروختم و دقیقاً روی 17 تومن خریدم. این خیلی مهمه. چرا 17 تومن؟ چرا بعد از 17 تومن دوباره رشدش شروع شه؟ چرا بعد صندوق ها مثل صندوق عیار برای مثال این ریزش رو بکنه، یعنی یه ریزش 22% رو انجام بده بعد دوباره بیاد رشد کنه؟ اگر طلا از 22 تومن ریزش پیدا کرد، خیلی ها اومدن 21 میلیون خریدن، 20 میلیون خریدن، 19 میلیون خریدن، دیدن همین جوری داره میاد پایین و اومدن فروختن طلاشون رو با ضرر. چرا؟ چون این آموزشی که میگم رو بلد
نبودن. میخوایم با یه ابزاری آشناتون کنم که خود من خیلی استفاده میکنم توی تحلیلام، به نام ابزار فیبوناچی. دقیقاً بهتون فیبوناچی که خیلی راحته بهتون میگه طلا دوباره کجا رشد میکنه، یعنی اگر پول دستت اومد کجا بخری، اگر پول خواستی کجا در واقع برداری که کمترین ضرر رو بکنی، اگر پول دستت اومد کجا بخری که بیشترین سودو بکنی. یعنی فیبوناچی میاد به ما میگه که آقا بهترین جای خرید چی هستش. حالا یه سوال مهم، چرا طلا ریزش میکنه؟ ببینید بزرگان بازار و کسایی که چند همت پول هر روز توی صندوق‌های طلا خرید و فروش میکنن، میان یه صندوق عیار رو روی محدوده میخرن، یه رشدی تا یک محدوده ایجاد میکنن. این صندوق نمیتونه همیشه سعودی باشه، یک جاهایی اصطلاحاً سیو سود میکنن، سودشون رو خارج میکنن، پولشون رو به ریال تبدیل میکنن و دوباره قسمت‌های پایین‌تر میان خرید میکنن. اگر این ابزاری که میخوام بهتون یاد بدم و یاد بگیریم کامل، دیگه وسط ریزش ها استرسی نمیگیری، چون دقیقاً میدونی کجا وارد شی. پس خودکار و کاغذ رو بیارین که به امید خدا شروع کنیم. من میخوام ابتدایم روی طلا صحبت کنم، بعد بیام روی صندوق های طلا این آموزش رو خدمتتون یاد بدم. من وقتی وارد سایت فراز میشم، دوستان آموزش های قبلی رو ببینن میدونن چارت طلا رو میتونن از فراز بیارن یا هر چارت دیگه. دوستان عزیز یه ابزاری داریم به نام فیبوناچی که سمت چپ رو اگر مشاهده بکنید، من یکم تصویرم رو کلوستر کنم. بله این سمت رو اگر نگاه بکنید سمت چپ تصویر من میشه. سومین گزینه کلیک کنید روش نوشته فیبو ریتریسمنت. این قسمت فیبو رو در واقع ستاره داره، این ستارهش رو میزنید و این روی چارت براتون اضافه میشه. دوباره روی فیبو میزنم و فیبو رو انتخاب کنم. حالا میام برای این که بخوام از این ابزار استفاده کنم باید یک کف خیلی خوب و یک سقف خیلی خوب از طلا رو پیدا کنم. چه جوری پیدا کنم؟ خیلی راحت بهتون بگم. کف به جایی ما میگیم که طلا مدت زیادی اونجا مونده، مدت زیادی اونجا ایست کرده، مثل یک سکوی پرتاب یک شناگر میخواد در واقع بپره توی آب، یا همون در واقع استارت و نیروی محرکه خودروتون که استارت میزنید، یه جایی میشه که بیشتر زمان رو طلا اونجا بازی کرده، یعنی روی اون خط بوده. برید روی چارت بهتون بگم. نگاه کنید این طلا که الان دارم باهاتون صحبت میکنم تاریخ 22 اردیبهشت ماه هستی رو 19,500. بیایم کوچولو کوچولو بریم عقب. این چارت رو میبینید داره قیمت ها تغییر میکنه. عقب تر بریم. من میخوام یه جایی رو پیدا کنم که روند سعودی، نگاه کنید روندو صعود نزول، درسته؟ نزول، دوباره صعود، دوباره از پایین صعود، دوباره از پایین صعود و یک جایی میرسم میبینم طلا وایساده مثل اینجا میشه نکته بسیار مهم و کف طلای ما. هر اتفاقی در سطح ایران بیفته کف طلا جاییه که همه با هم به اتفاق نظر رسیدن که طلا قراره از اونجا رشد کنه. این میگیم ما بهش کف طلا. نگاه کنید من دقیق تر خدمت دوستان نشون بدم. ما به این محدوده میگیم کف طلا. چرا کف طلا؟ چون مدت زمان زیادی رو اینجا نگاه کنید مونده، ولی بقیه جاها رو نگاه کنید اینجا افزایش پیدا کرده، کاهش، افزایش، کاهش، نوسان داشته و فقط رو این قسمت که 10 میلیون 11 میلیون طلا ایست کرده. من میام ابزار فیبوناچی انتخاب میکنم سمت چپ، سومین گزینه روش میزنم، فیبو رو انتخاب میکنم، میام از این کف یک کلیک میکنم و میکشم تا اون سقفی که طلا دیده، تا این سقفی که طلا دیده. نگاه کن دقیقاً، نگاه کن این ابزار میکشم در واقع بالا، این صفرشو میارم تا اون سطحی که طلا دیده، یعنی از اینجا ریزش کرده، بالاترین نقطه. حالا نگاه کنید من اگر در تاریخ 9 اسفند ماه کندل ریزشی رو میدیدم، فیبومو رسم میکردم، صبر میکردم که دقیقاً بیاد روی فیبو نیم و خریدم رو انجام بدم. بذارید من قشنگ بیفته. نگاه کنید روی فیبو نیم و خریدم رو انجام بدم. ببینید دقیقاً اومده تاریخ
9 اسفند ماه ریزش کرده، از 22 تومن ریزش اومده تاریخ 16 به 19 و 100 15 و 18 و 300 و تاریخ 25 12 دقیقاً اومده از فیبو نیم. نگاه کنید، من براتون زوم کنم، دقیقاً اومده از این قسمت رشد خودش شروع کرده. پس من اگر این آموزش رو بلد باشم، نمیگم 25% ضرر میکردم، 5% ضرر میکردم، 20% پولم رو نقد میکردم و دوباره اینجا خرید میکردم. یه آدمی که اینو بلد نیست میشینه منتظر میمونه طلا دوباره برگرده به 23 میلیون سر به سر شه اصطلاحاً. ولی یکی که فیبوناچی رو بلده خیلی دقیق این 25% ما میگیم 20% رو ریال میکنه و دوباره میاد از فیبوناچی از قسمت نیمش استفاده میکنه و منتظر یه سود 40% میمونه. پس فرق کسی که فیبوناچی رو بلده با یکی بلد نیست، نگاه کنید 20% ضرر نمیکنه، 40% سود میکنه، یعنی 60% سود میکنه. ولی اونی که از ابزار فیبوناچی استفاده نمیکنه باید دعا کنه بشینه که طلا دوباره برگرده سر جاش و انقدر هم طلا اون وسط ها اذیتش میکنه که امکان داره طلاشو با ضرر بفروشه. حالا بریم روی صندوق های طلا، چون بحث اصلی ما صندوق های طلا هستن و من میام از صندوق عیار استفاده میکنم. من صندوق های طلا رو اینجا دارید مشاهده میفرمایید. من میام صندوق عیار رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم و ایزی چارت رو میزنم، همونطور که دوستان کامل آشنا هستن. این در واقع صندوق عیاره، چارت صندوق عیاره. روی هر کارگزاری که هستین یه گزینه چارت داره، این چارت رو براتون میاره. حالا میخوام من ببینم اون تاریخی که اسفند ماه بوده آیا میتونستم مجدد طلا رو فیبو نیم خرید کنم. بیایم در نظر بگیریم من از جدیدترین تایم میخوام برم، میخوام 3-4 تا فیبوناچی بندازم روی این چارت که دقیق متوجه شین چقدر ابزار فوق العاده ایه. یعنی ابزار رو نمیدونستین و الان باهاش آشنا شدین متوجه میشین که چه شکارهایی میتونید بکنید. نگاه کنید، این صندوق عیار هستش. ما امروز 22 اردیبهشت ماه هستیم 1405 و میایم قبل اولین رشدی که داشته. نگاه کنید از اینجا از قبلی که دارم شروع میکنم تاریخ 7 اردیبهشت اومده رشد خودش شروع کرده، بعد اومده بالای ریزش کرده. خب پس این میشه کف ما، درسته؟ من با فلش نشون بدم. نگاه کنید از اینجا رشد کرده رفته بالا، یه ریزش کرده. خب که تاریخ 1 اردیبهشت شروع شده، خیلی پرقدرت رفته 13 اردیبهشت ریزش کرده. حالا من میتونم تشخیص بدم که طلا از کجا دوباره برمیگرده. خوب دقت کنید به این قسمت از چارت. من میام یه فیبوناچی رو انتخاب میکنم از این کفی که طلا بلند شده و دوباره رو ببین اینجا کف میشه، آخرین کف میشه. حالا باز هم کف داریم که میریم بررسی میکنیم. یه فیبوناچی میندازم تا این سقف، خواهی میکنم یه فیبوناچی از این کف میندازم تا این سقف و میبینم که من تاریخ 13/2 وقتی این کندل قرمز رو میبینم طلا رو میفروشم، ولی نمیام 5% پایین 15% پایین بگیرم، میام رو فیبوناچی نیم میگیرم. یعنی ریزش رو نگاه کنید 10% ریزش داشته. دقیقاً دقت کنید اومده رو فیبوناچی نیم. البته اینو من بعد از این کف در نظر بگیرم. رو فیبوناچی نیم ریزش کرده تاریخ 13/2 میبینید 14 ریزش 15 و 16 رسیده به فیبوناچی نیم، دقیقاً مجدد رشد کرده 8% رشد کرده. بریم قبلتر چطور؟ اینجا که دوباره طلا اومده رشد کرده. کی؟ اگر دقت کرده باشین دوستان، بعد از اینکه بورس باز شد ما 2 روز پشت هم صندوق‌های طلا ریزش کردن و دوباره اومدن از یک نقطه‌ای شروع به رشد کردن. دوباره فیبوناچی رو از اون رشدشون میندازم، از اینجا رشد کردن تا سقفی که داشته، نگاه تا این سقف و دوباره همونطور که مشاهده میکنید از نیم رشد خودش رو شروع کرده. نه سحر نه جادو، خیلی راحت از اینجا من 8% جلوگیری میکردم از ریزش و خب متعاقبا 8% هم سود میکردم چون بالا رفتنشو میگرفتم. اینجوری 16% سود میکردم تو یک بازه
از 18 فروردین تا تاریخ 7 اردیبهشت، 18 تا 7 تقریبا میتونیم بگیم 3 هفته. تو این 3 هفته کسی که اینو بلد نباشه باید صبر کنه که نقطه سر به سر بشه. کسی که بلده 16% اینجا سود میکنه. بریم قبل‌تر. حالا میخوام کف پیدا کنم. به نظرتون کف ها کجا هستن؟ اینجا کفه؟ نه نکنید. اینجا روند داره بازار، خیلی سریع حرکت کرده، پایین پایین پایین. و اینجا نگاه کنید، این محدوده رو نگاه کنید. این محدوده میتونیم بگیم کفه. صندوق ایاربیا تو تمام صندوق هم اجرا میشه. میام از این کف میندازم به این سقف، نگاه کنید به این سقف، منتظر میمونم. دقیقاً اومده رو نیم واکنش داده. یعنی من از اینجا فرض کنید که این قراره 22% بریزه، میگیم 5%ش هم منتظر ریزش بودین، میتونستین 15%، نه میگیم از 10% ریزش جلوگیری میتونستی بکنی. دقیقاً. و دوباره میتونستی پولتو اینجا وارد کنی و خیلی زیبا اومده برگشته به اون ناحیه. به همین راحتی دوستان عزیز میتونید از این ابزار استفاده کنید و ابزار بسیار جذاب و خیلی خوبی. حالا ما اومدیم این شرایطی برای دوستان فراهم کردیم. دوستان عزیزی که میخوان این ابزار رو هم یاد بگیرن، آموزش جامع ترشو، همین که دقیقاً ما بهشون بگیم کجا طلا بخرن و کجا بفروشن. یعنی با این ابزار جذاب ما به دوستان بگیم که طلا رو کدوم ناحیه بخرن، کدوم ناحیه، و سیگنال های روزانه داشته باشن. سیگنال های روزانه که کلی میتونه کمکشون کنه. حالا من این صندوقی که یکی از دوستان در واقع داشتن تقریبا 98 میلیون تو این چند روز سود بوده فقط با این ابزار. با این ابزار فیبوناچی، من تصویرم رو جابجا کنم که راحت تر ببینید. میبینید 98 میلیون در واقع سود داشته فقط با این ابزار فیبوناچی. ما این شرایطی رو برقرار کردیم. دوستانی که تمایل دارند هم کاملتر یاد بگیرن، هم تمایل دارن که سیگنال های نقطه‌ای داشته باشن روی طلا، یعنی دقیقاً یک نقطه ورود و یک نقطه خروج داشته باشن. بهترین جاها برای خرید و فروش طلا بهشون گفته بشه، میتونن شمارهشون رو این پایین در واقع بیشتر رو توی آپارات بزنن، یک فرمی براشون میاد، شمارهشون رو بزنن، همکار ما تماس میگیرن. هم در واقع میتونن تو کانال ما که دقیقاً نقاط خرید فروش طلا گفته میشه رو بهشون داده بشه، هم میتونن این آموزش ها رو به صورت خیلی جامع‌تر دریافت کنن. چون ما زمانمون کمه، تقریبا میتونیم بگیم 18 دقیقه شد الان، ولی بسیار جذاب هستش این آموزش فیبوناچی و آموزش‌های قبلی. یعنی حباب طلا رو اگر استفاده کنید و آموزش قبل‌تر هم که خدمتتون گفتم، میتونید نتیجه فوق‌العاده خوبی بگیرید. خیلی ممنونم از توجهتون و با جلسات بعدی حتما روزهای بعد در خدمتتون هستیم.